من همیشه میام دخترمو میبینم، شوهرم میاد، با شوهرم با دخترم میایم همیشه دخترمو میبینیم، رسیدگیاشون خوبه، خدا ازشون راضی باشه. من از مردم خواستم که برای دخترم دعا کنن، نه که عکسایی که حق ندارن عکسای شخصی دخترمو تو مجازی پخش کنن. من اصلا راضی نیستم، دوستم نداشتم این کار رو انجام بشه. فقط از مردم خواستم برای دخترم دعا کنن، همین. چیزایی که میگن درباره من، خانواده‌ام صحبت میکنیم، صحبت کردن، شنیدیم، خیلی حرفاشون واقعا زشته، نباید این حرفا رو بزنن. اونا باید به ما امید بدن، باید بگن برای دختر من دعا کنن، نه اینکه برن درباره ما حرف درست کنن، پشت سر ما حرف بزنن، دستگیرش کردن، نمیدونم چی. حرفایی که میزنن واقعا دروغه، واقعا دروغه. میگن آقا اینجوری شده اونجوری شده، همه اینا رو پخش شدن. مثلا که خانمم کنارمه، دخترم کنارمه، کنار مریضم هستم بیمارستان، در روزی 5-6 بار 7 بار هر موقع بیام اجازه میدن، میام کنار دخترم. چرا اجازه ندن؟ حالا میگن اجازه نمیدن. آخه واقعا چرا اجازه ندن؟ هر موقع، هر ثانیه، هر ساعتی من بیام اینجا واقعا اجازه میدن. من تو بیمارستانم هیچ همکاری میکنه، کاری به من ندارن. خانمم هست، دخترم هست. ببین خواهشاً لطف کنین این حرفا رو نزنین. واقعا گوشی من همین. واقعا حال ما خیلی اصلا بد ندارم. میشه. من گوشی نوکیا ساده، اصلا این گوشی اصلا نداشتم. اصلا سر در نمیارم. داشته باشم هم سر در نمیارم. نمیدونم. از مردم داره میان اینجا به من میگن اینجوری شده اونجوری شده. برای چی اینجوری شده؟ گوشی من همینه. خراب میکنن، خیلی حالمون بده. ما فقط فقط احتیاج داریم از مردم عزیز دعا کنن که حال بچه‌مون خوب بشه، نه اینکه بیان پشت سرمون حرف بزنن، برامون حرفای بد درست بکنن. من دوست آرمیتا هستم. امروز اومدیم دیدیمش و مامان باباش هم دیدیم، خیلی خوشحال شدیم. امیدوارم حالش هرچه زودتر خوب بشه، زودتر به هوش بیاد و شایعاتی هم که در مورد خانوادهشون و حالا در مورد ما میگن دروغه و براش دعا کنید که زودتر حالش خوب بشه. پدر مادرش رو دیدیم، اصلا چیزایی که توی فضای مجازی میگن همشون دروغه، هیچ کدوم واقعیت نداره، لطفاً باور نکنید. و اینکه خیلی خوشحالیم که دیدیمش و امیدواریم که حالش زودتر بهتر از این بشه. امروز اومدیم ملاقات آرمیتا و اینکه حالش امیدواریم که زودتر خوب شه. اومدیم پدر مادرش هم دیدیم و خیلی همگی حال بهتری دارن و اینکه همگی دعا میکنیم که حال آرمیتا هم زودتر خوب شه. به عنوان معاون مدرسه خوشحالم از اینکه بچه‌ها امروز اومدن دوستشون رو دیدن. هر روز سر صف صبحگاه دعا میکنیم و ادامه میدیم به دعاهامون که انشاءالله به زودی زود آرمیتای عزیز رو تو مدرسه ببینیم. ان شاءالله که هرچه سریعتر حالش خوب بشه، دخترم بیاد مدرسه.